بچه‌ها حالتون چطوره؟ امروز اومدم با یه آموزش خوشمزه دیگه. امروز ما با هم دیگه یه جوجه زعفرونی خوشمزه توی خونه درست کنیم بدون منقل. خیلی راحت، فوق‌العاده عالی که نرم و آب داره. بریم ازش امتحان کنیم که ببینیم چطوری شده. اینقدر این خوشمزه از جوجه‌های بیرون هم خوشمزه تره. اگه میخواین جوجه رو یاد بگیرید تا آخرین ویدیو همراه من باش. بعد درست کردن جوجه تابعی من اینجا از تکای مرغ استفاده کردم که کتف و بالو چند تا تیکه سینه استفاده میکنیم. خب میریزیمش داخل یه ظرف، 2 تا پیاز درشت و خلالی خورد میکنیم. میریزیم داخل جوجه‌مون، یه قاشق مربا خوری نمک اضافه میکنیم و یه مقدار فلفل سیاه، فلفل قرمز. اگه دوست داشتین تند باشه فلفل قرمز بریزید، اگه دوست نداشتین اضافه نکنید. و یه مقدارم خیلی کم زردچوبه و زعفرون دم کرده. یه مقدارم آب لیمو. حالا همه این مواد رو با هم دیگه هم بزنین تا مخلوط بشن. با قاشق نمیشه، با دست این کارو میکنیم. بچه همه رو زیر رو کنین که همه این مواد به همه جای جوجه‌مون پخش بشه. اینقدری که این جوجه تابعی خوشمزه میشه مثل این جوجه‌های بیرون میشه. پیشنهاد می‌کنم حتما درست کنین. اگه دیدین نمکش کمه یه مقدارم دوباره بهش نمک اضافه کنی آخر سر. الان اینا رو من هم زدم، درش رو میذارم، اجازه میدم 1 ساعت داخل یخچال بمونه. خب الان بعد 1 ساعت این جوجه‌های ما قشنگ مزه‌دار شدن. حالا شما میتونید این سیخ‌های کوچیک بردارین، جوجه رو سیخ بکشین. اگرم از اینا نداشتین میتونید همینطوری داخل مایتابه سرخشون کنین. حالا من میخوام اینا رو داخل ببینیم چند تا جا میشه دیگه. 2 تا 3 تا به سیخ بکشین. خب الان بالامو دونه دونه به سیخ میکشم. الان این سیخ من تقریبا 3 تا بال جا میشه توش به این صورت. حالا سیخ بعدی میخوام کتف بزنم. کتفام به همین صورت میبینی؟ حالا میخوام این سری سینه. حسابی هم مزه‌دار شده. اینم از سینم، اینم از جوجه‌های ما که دیگه آماده است. الان میخوایم بریم واسه سرخ شدنشون. خب من الان یه مقدار کره میریزم داخل ظرفم و همه جای ظرف پخش میکنم این کره رو. زیرش هم کم کنین حتما تا این کره نسوزه. میذارم یه مقدار کره آب بشه. خیلی کم هم روغن زیتون میریزم یا میتونین روغن مایه هم اضافه کنین. خب حالا دونه دونه جوجه ها رو میچینیم داخل مایتابه. درش هم بذارین که این جوجه آب بندازه قشنگ مغز پخت بشن. هر چند دقیقه یه بارم درش رو باز کنین، نگاه کنین ببینین آب داره پخته یا نه. اگه قرمز شده بود پخته بود برش میگردین تا اون طرفش هم سرخ بشه. یعنی جوجه‌های ما که خیلی آبدار فوق‌العاده میشه مزه‌ش. درش رو میذارم تا کاملا بپزه. خب این هم از جوجه‌های ما. به یه بویی داره خوشمزه. رنگو ببین فقط. اینجا اینطوری درست کنی این دیگه از بیرون اصلا جوجه نخری بخوری. حالا درش رو دوباره میذاریم تا اون برش هم سرخ بشه. خب این هم از جوجه‌های ما دیگه آماده شدن. خب کنارش هم چند تا گوجه سرخ کردم. شما میتونید گوجه‌هاتون رو کبابی کنید. اینم از گوجه هامون. خب بچه اینم از جوجه زعفرونی خوشمزه و آبدار ما. امیدوارم که خوشت اومده باشه. ممنون میشم حتما از من حمایت کنی. اون دکمه سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.